من آمدم ایکار دیر میبیم بیام خانه به هیچکی نیست هم اویلم کتی دوتا دخترچم خانه با در اومدم گفتم هیچ کس نیست میخونه با گفت نه بی جونم بای رفتگی کجایم رفتگی اما آچان رو تلفن کردم کجا با شما گفتن که من خانه خالات بایریز من بیام من گفتم خیلی مایلش تگیرم در اومدم کتیشی گل دادیم صحبت کردیم بعد وای کرد من گفتم خیلی چای پیدام کنیش که من گوشنم اگه چای کنیم گفت که رو وای اون کخنی با خودت کرده خدا انگیر بود من گفتم چی با من دم میکنم تو زنک من گفت خوب دارم من گفتم خمایل تو جوگر پرتو تنگی من رفته اگه چی نخورم در اومدم درم وای چند تا یک 15-20 minut گذشت خیلی وای یک دو چی خوردم در اومدم که یادگی خوب چشمش کشیدگی بدولی من گفتم جوگا پرتوفتی من با خودش به پرتوفتی دوتا دختر چند با خودش به پرتوفتی من جوگا نپرتوفتی من گفتم ها جوگا نپرتوفتی من با گفت درنگی خانه درو خوب را من گفتم خمایل رفتم تو جوگا پرتو خوب را تو کاسا در اومدم جوگا را پرتو گفتم نپرتو من گفتم تو اومدن من جوگا پرتو گفتم بر اومدم خیلی در سخت پوشیدم قلم خیز تو زنک چه جوگای من رو نپرتی برامدم در سخت پوشیدم خیلی آینش شکست آلتید برامدم بیرون با سیگاریت کشیدم عبرت ندارم گیریه کده ایسی دیگه کردم من گفتم چی گیریه میکنی یا جوگا پرتوفتن قیم ده روزی تلفن کردی اتای بچه‌ش بود تلفن کرد من گفتم چی بگم یک شب 11 شب بود 12 شب بود من گفتم چیکار میکنی اما زنگ چی گپ شد میگه تو وای میکنی من با بالانگام میزنی خو وای میکنی وای به پسر نمیگفتم که وای نکن من پسر نمیگفتم که من تو دوست میدارم من به تو زندگی کردن نمیتونم مالی شکم که وای شد سراغ وای میکرد من میرم خونه میرم اما اوچاشم پدرش و مادرش رو تلفن کرده است پدر و مادرش بعد 15 تا 20 minut رسیده اومدن من میگن که تو وای کردی چی به دختر ما را میزنی من گفتم نزدم من دختر شما اگر تو مستی هستی من گفتم استغفرالله من نماز میخونم اگه میخوردم من بگردم میگیرم که اول میخوردم پیوا میخوردم عرق نه او یوشی 7 سال پیش 8 سال پیش خیلی یوشی بگودکی وای میکردیم میخوردیم بعد پیش از زنگ گرفتنم بر وقتر راحتی نماز وای میشید اومدن گفتن که ما دختر ما را میبرین من گفتم با کجا میبرین اون یکم بار نزده این کو چند بار گرفته میبرم با رفته میبرم خیلی دوست میدارم من نمیدونم چیکار کنم من بیوای زندگی کردن نمیتونم گفت یک شما ببینم من گفتم خیلی بیا خونه گفتم خونه رو ببینی اگه گفت من چیزا ما گرفتگی من خونه میبینم خیلی گفتم بگونی خونه ببین میگه حوز ببینم شما من گفتم مایل گفتم من بدور شما پیش کار رفتم کارخانه میرم کارخانه رو روی میکنم زنگ میزنم تو خیلی تو پیش من میبینی من پیش من بیشتر وای من پیش وای میرفتم وای پیش من میومد روزگار باید چی در کار باشد خودش میگیرید روزگار باید من چیزاش بهم رو من یکم اصلا دادم بیشتر میومد بعد وای گفتم که خواهد من بدور میشوم تروبکار زنگ میزنم تو بیا با من سازوانی سعی میکنم کی کجا میرد وای میکنه مایل گفت تروبکارم من خیلی خوب کردم 15 تا کم نون بودم خیلی تلفن میکنم تروبکارشم برد بعد نون بعد 3-4 بار زنگ زدم ساعت 11 با زنگ زدم او بگونتا ساعت 4 بود زنگ زدم کی وای نشد با من با یک کارخانه دیگه با کار میکنم و تا بیت اینجا بعد یا بیت دیگه جا با یک روز هم خیلی پراموجود با اونجا رفتم که وای اومد یک بلوبا یک آدم کار میکند و اکرام نگین صدا اما اومد گفت که اکرام همجا با هم خیلی شدگی زن تو همجا به کار نمیکرده من گفتم همجا به کار میکنم همجا به گفتن هم خیلی شده است گفت من نمیدونم شکرم سستایی نمیدونم چیکار کردم اما کارخانه با خیش دورا ما هم کار میکنه گفتم که همه کسا جمع شدن خانه شما رفتیم وقت با بجا سودنت اکسپریزه بودگی بودن